سلام و درود به بینندگان عزیز و برای بچه سال نهمی. خوش اومدید به این کانال. من محمد امین محمدی هستم و امروز قراره راجع به رشته الکترونیک از راه هنرستان فنی حرفه‌ای توضیحاتی خدمتتون عرض کنم. قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب تا ویدیوهای آینده رو از دست ندهید. خب بریم که شروع کنیم. ما زمانی که سال نهم را تمام می‌کنیم به یکی از مهمترین زمانهای تصمیم گیری در زندگیمون میرسیم. این تصمیم مهم همون انتخاب رشته است که ما تصمیم میگیریم چه هدفهایی برای آینده داریم و میخواهیم چه کاره بشیم و طبق علاقمون این انتخاب را انجام میدهیم و همه سختی‌ها رو به جون میخریم و تحمل میکنیم تا به هدفمون برسیم. پس خیلی مهمه که به خوبی تحقیق کنیم تا تصمیمی نگیریم که در آینده پشیمون بشیم و به قولی عمرمون تلف شده باشه. پس برای مایی که میخوایم انتخاب رشته کنیم این خیلی واجب و نقش کلیدی داره که تا میتونیم راجع به اون رشته تحقیقات لازم رو انجام بدیم و بفهمیم که آیا ما توانایی ادامه تحصیل در این رشته رو داریم یا نه، یا به قولی علاقه داریم به این رشته که بخوایم انجامش بدیم و در این رشته تحصیل داشته باشیم یا نه. و این خیلی مهمه که به حرفای دیگران زیاد دقت نکنیم، از این قبایل مسائل که میگن یا از این قبیل مسائل که میگن هنرستان برید عشق و حال درس نمیخونید، یا بهمون میگن برید رشته‌های نظری همه پیشرفت توی این رشته هاست، یا بهمون میگن اصلا رشته‌های نظری نرید خیلی سخته نمیتونید پیشرفت کنید. کلا به این مسائل دقت زیاد نکنید و این هم در نظر داشته باشید که هیچ کس نباید بتونه به شما نظرش رو تحمیل کنه. مثلا دوست داشته باشه اون بره فلان رشته به ما هم تحمیل کنه که بریم فلان رشته، چون که این زندگی ماست و ما خودمون باید بفهمیم که به چه رشته‌ای علاقه داریم و توی اون رشته گام برداریم. پس این خیلی مهمه که خودمون رشته‌مون رو انتخاب کنیم تا آینده‌مون رو خراب نکنیم. زمانی که رشته‌تون رو انتخاب کردید با توجه به رشته وارد دبیرستان یا هنرستان میشوید. هنرستان به طور کلی به دو دسته فنی حرفه‌ای و کار و دانش تقسیم بندی می شود. اگر دوست داشته باشید میتونید راجع به این دو دسته تحقیق کنید، اما اگر بخواهم به طور کلی تفاوت این دو گروه رو بگم، در فنی حرفه‌ای بیشتر روی پایه‌های تئوری و عملی کار میکنند، اما در هنرستان‌های کار و دانش تمام تلاششون بیشتر روی محض عملی و فرستادن و روانه کردن ما در بازار کاره. از نظر شخصی بنده هنرستان‌های فنی حرفه‌ای خیلی بالاترن و جای پیشرفت خیلی بیشتری نسبت به هنرستان‌های کار و دانش دارن. خب سرتون رو درد نیارم، امروز قراره راجع به رشته الکترونیک توضیحاتی خدمتتون عرض کنم. اگر اول بخوام راجع به کلیت رشته الکترونیک بگم، کمتر کسیه که رشته الکترونیک رو نشناسه. رشته الکترونیک زیر شاخه مهندسی برق است و میشه گفت پایه و اساس برقه و در همه صنایع چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم و چه هر دو کاربرد داره. اگر بخوام مثالی بزنم، همه وسایلی که در نزدیکی و اطراف ما هستن به الکترونیک نیاز دارن و از علم الکترونیک استفاده میکنن، چه وسایلی که برقی باشن چه وسایلی که برقی نباشن. مثلا همین وسایلی که در اطراف ما هستن میتونیم به همین صفحه نمایشی که روبروی ماست و داریم این ویدیو رو تماشا میکنیم اشاره کنیم. درون این وسیله از ابزارهای الکترونیکی استفاده شده و کارکردش از دانش الکترونیکه و وسایلی که این دستگاه هم ساختن باز از وسایل الکترونیکی و دانش الکترونیک استفاده کردن برای ساخت این وسیله‌ای که ما با اون این ویدیو رو تماشا می‌کنیم. پس الکترونیک در همه صنایع، کارخانجات و مصارف خانگی استفاده داره. پس میشه گفت همیشه جای پیشرفت داره و علمیه که روز به روز در حال پیشرفته. پس بسیار رشته خوبیه از نظر پیشرفت، ولی اینو باید مد نظرمون قرار بدیم که علمش به سرعت در حال پیشرفته و ما خودمون رو باید با اون همگام کنیم اگه بخوایم این رشته رو انتخاب کنیم. الکترونیک اگرچه زیر شاخه برق است، اما خودش به تنهایی گرایش‌های خیلی زیادی هم دارد، مانند مخابرات، مهندسی پزشکی، ماشین‌های الکتریکی و غیره. ما برای ورود به رشته الکترونیک دو راه داریم.
یکی از مسیر نظری که در دبیرستان رشته ریاضی فیزیک را انتخاب می‌کنیم. 3 سال به تحصیل در آن می‌پردازیم و بعد از پایان دبیرستان در کنکور سراسری شرکت می‌کنیم و وقتی قبول شدیم در دانشگاه رشته الکترونیک را انتخاب می‌کنیم و به صورت پیوسته تا مقطعی که می‌خوایم ادامه تحصیل می‌دهیم. راه دوم اینه که از طریق هنرستان فنی حرفه‌ای وارد رشته الکترونیک بشیم، 3 سال تحصیل کنیم در رشته الکترونیک و بعد تصمیم بگیریم که می‌خوایم وارد دانشکده شیم یا دانشگاه. در دانشکده با شرط معدل وارد دانشکده میشیم، رشته‌ای که می‌خوایم ما ادامه میدیم همین الکترونیکو یا درسایی که با آن پیوستن و ربط دارن، یا از طریق کنکور سراسری با رشته‌های ریاضی فیزیک شرکت می‌کنیم با رشته‌های نظری و در دانشگاه شرکت می‌کنیم و به صورت پیوسته به ادامه تحصیل و گرفتن مدارک بالاتر ادامه میدیم. می‌دونم که برای یه سری از دوستان سوال پیش اومده که تفاوت پیوسته بودن با ناپیوسته بودن چیه؟ بخوام به طور خلاصه بگم پیوسته یعنی این که مثلا ما توی فلان رشته یا همون رشته الکترونیک رشته خودمونه تحصیل میکنیم، اول فوق دیپلم رو میگیریم، بعد میریم برای لیسانس. ولی اون سری از دوستان که به صورت پیوسته میخونن مستقیم از دیپلم به لیسانس میرسن. در صورت انتخاب کردن راه هنرستان، کتاب‌هایی که قرار است طی این 3 سال بخونید به شرح زیر است که در تصویر مشاهده می‌کنید. این کتاب‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند. کتاب‌های عمومی که با رشته‌های نظری و کار و دانش یکی‌اند، کتاب‌های عمومی که فقط در کار و دانش و فنی حرفه‌ای یکی‌اند و با رشته‌های نظری تفاوت دارند، و درس‌های پودمانی که خودشون هم 2 دستن. درس‌های پودمانی که تخصصی اند و مخصوص رشته خودمونن و درس‌های پودمانی که بین رشته‌های دیگه مشترک هستند. به همراه کتاب‌هایی که مشاهده می‌کنید، یک کتاب همراه هنرجو در سال دهم به شما میدن که اون کتاب دست خودتونه خوندنش و بسیار مطالب خوبی داره. اگر بخوام ابراز نظر کنم راجع به این کتاب‌ها میتونم بگم که واقعا کتاب‌های خوبی هن و پایه و بیس رشته الکترونیک رو یاد میگیرید توی این کتاب‌ها. و هر کتاب پودمانی خودش به خودی خودش به ما یک رشته رو معرفی میکنه که دنیایی از کار و آدم میتونه بره توی اون رشته و خیلی چیزا یاد بگیره و کارش رو از طریق همون پودمان انتخاب کنه. حالا شاید برای شما سوال پیش اومده باشه که پودمان چیه؟ پودمان یک کتابه که 5 بخشه. هر بخشش یک امتحان مخصوص خودشو داره و مطالب مخصوص خودش هم داره و امتحانش یک بار گرفته میشه و نمره قبولی توی اون امتحان 12 از 20. پس برای قبولی باید نمره 12 رو حداقل کسب کنیم که در اون پودمان قبول شیم و در صورت قبول نشدن دیگه میره سراغ شهریور ماه. پس پودمان یک کتاب 5 بخشیه، هر بخشش یک پودمانه و نمره قبولی حد پایینش که بشه گفت قبول میشیم 12. پس به طور خلاصه میشه گفت که کتاب‌های پودمانی 5 تا کتاب در یک کتابن که هر یه دونه بخشش یه امتحان مجزا داره. خب دوستان، به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. اگه بخوام جمع‌بندی راجع به رشته الکترونیک بهتون بگم، رشته بسیار خوبیه به شرطی که بهش علاقه داشته باشین و با پشت کار وارد این رشته بشید و اینو در نظر داشته باشید. رشته بسیار سنگینیه و علمش روز به روز در حال پیشرفته، پس هی باید خودتون رو به روز رسانی کنید اگه رفتید تو این رشته. اینم یادتون باشه که اگه از طریق هنرستان رفتید یا کلا وارد این رشته شدید، به این بسنده نکنید که بگید من دارم درسشو میخونم نیاز ندارم دیگه از جای دیگه ای وارد شم. حتما در کنارش باید مطالب دیگه رو بخونید خودتون جدا مرتبط با این رشته و هی علمتون رو خودتون بالا ببرید، چون که این کتاب ها فقط در حد مقدمن و برای پایه سازی ان به قولی. پس خودتون همیشه باید به فکر باشید و علمتون رو هی ببرید بالاتر. و از همین ابتدا هم از نظر من باید وارد بازار کار شید اگه از طریق فنی حرفه‌ای وارد شدید تا به جایی که دوست دارید برسید. خب مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه سوالی داشتید بپرسید، حتما جواب میدم توی کامنت ها و تا ویدیوی بعد بدرود.